از شرشر پیاز نترسی، از آواز بقه نترسی، از همه چیز، از شمالی که در درختها میشه نترسی. همین چیزایی که طفلا از او بی میکند در قدیما که بود، شمالای طوفانایی بود که قسم قسم آواز داشت. این میار همی سیاسر کل ازیر قیچی گشتانده و برازی میگفت اگه هر کسی که در خاندان یک ذره آواز بلند میداشت اسم از او را میگرفت، باز بعد از اوی قیچی را میگشتاند و این مردم دعای خیر میکردند به این همی سیاسرها. باز همی طفلک برش کلشان رو یکی از این موج میکردند. سیالی که داشتند، کسی پیسه آورده بود، کسی لباس آورده بود، کسی کدام توفیق آورده بود، توفه ها را بالای سر از این طفل تسلیم میکردن. بعد از اون میگفتن که خدا اگه بچه بود خدا دیگه برادر رو میره بته، اگه دختر بود بازم دعا میکردن که خدا برش برادر بته، به این هدایت نیکی نصیب کنه، این قرآن خوان شوه، این نماز خوان شوه، این با ایمان شوه، این به جامعه خدمت جامعه را کنه. خیلی همو پیش سفیدا دعای بسیار پرجوش و پر قیمت میکردن. کدام خانمی که مذاقی بوده بشه نمیگه از بابا و نترسی یا بابا و ای بود قصه یک